چند روز پیش توی اینستا یه استوری گذاشتم و گفتم که هر سوالی در مورد گلکسی A55 سامسونگ دارید بپرسید و الان توی این ویدیو میخوام به 20 تا از سوالات شما در مورد گلکسی A55 سامسونگ پاسخ بدم. من امیر مختاری هستم و لیتس گو. آقا قبل از شروع سوالاتون یه تشکر بکنم از فروشگاه متل استور که این گوشی رو جهت بررسی برای من ارسال کرده. فروشگاه متل رو من خیلی زیاد بهتون معرفی کردم، نصف ویدیوام دیگه در مورد فروشگاه متل استور. بسیار کارشون درسته، فروشگاه بسیار خوبی هستن، قیمتاشون خوبه، تنوع محصول خیلی خوبی هم دارن. آیدیشون هم گذاشتم، فالوشون کنید. بریم سراغ سوالا. سوال اول گفتید که دوربین خوبی داره. بله، دوربین بسیار خوبی داره، پکیج کلیش پکیج خیلی خوبیه. دوربین اولترا وایدش رو من خیلی دوست دارم، دوربین سلفیش هم همینطور و به نسبت شیائومی تو این بازه قیمتی به نظر من پکیج بهتری داره و عکاسی و فیلمبرداری جذابتری میتونید باش انجام بدید. اما به نسبت A54 نه، دوربینش تفاوت خاصی زیاد نداره. سوال بعدی در مورد پردازندش گفتن. چی در مورد پردازنده؟ سوال چی الان در مورد پردازنده؟ پردازندش اگزینوس 1480 چیپستی که به نسبت نسل قبلی خودش یعنی اگزینوس 1380 که روی A54 دیدیم توی بخش سی پی حدوداً 20% پیشرفت داشته، بهبود داشته و تو بخش گرافیکی هم تقریباً 50% ما بهبود عملکرد رو می‌بینیم که این به نظر من خیلی جهش خوبی برای چیپست میانرده اگزینوس و آفرین سامسونگ، این خیلی کار خوبی بوده. اما همچنان چیپست یه سری مشکلاتی داره که توی ویدیو بررسیش در موردش صحبت می‌کنم. هنوز یکم داغه، هنوز یکم توی بازی اون چیزی که باید باشه نیست. اما توی تست آنتو توی بنچمارک که اینجا براتون میذارم و قرار نبود براتون توی این ویدیو بذارم، حدوداً 770 750 60 هزار تا امتیاز رو من تونستم باش به دست بیارم که عدد خیلی خوبیه. پس چیپست بهتری شده به نسبت نسل قبلی. سوال سوم، بازی کال آف رو با گرافیک و فریم ریت بالا میتونه اجرا کنه؟ اینو تو ویدیو بررسیش بذارید در موردش صحبت بکنم. اما با گرافیک وری های میتونید کال آف دیوتی رو بازی بکنید، فقط خیلی پایدار نیستش. بیشتر از یک ساعت هم من توصیه نمی‌کنم که با این گوشی بازی بکنید، هم به خودش فشار میاد هم به شما فشار میاد، پایدار نیستش، افت فریم داره. فریمش از این آلومینیوم های بی‌کیفیت یا خوبه؟ بذارید من به صورت عملی بهتون نشون بدم، امیدوارم که بیفته توی تصویر. آره این فریمشه، ببینید خیلی فریم خوبیه، خیلی خوبه واقعا، در حد پرچمدار ظاهر میشه و یه تکسچری هم روش داره. بذارید صداشو بشنوید، خیلی این تکسچرشو من دوست دارم، حالت بروز خورده است و متریال A55 واقعا دیگه پرچم داره. یعنی اینو من توی دستم گرفتم، دو تا حس بهم منتقل شد، گفتم یا این 14 پرو مکس توی دستمه یا S24 پلاسه که انقدر خوب بود متریالش. امیر جان من A54 دارم، میخوام بدونم چقدر با A54 فرق داره. فکر کنم A55 منظورش بوده. اگه میخوای بفروشی A55 رو بخری این کارو نکن، به نظر من چیز خاصی به دست نمیاری. متریالش بهتر شده، باتریش بهتر شده، کلا چیزایی که بهتر شده شاید خیلی ارزش پول دادن برای کسی که A54 داره نداشته باشه، ولی خب تفاوتش به نسبت A54 یکی متریالش بهتر شده، دو چیپست اون بهتر شده، سه باتری بهتری داره، 30-40% عملکرد باتریش بهتره. میشه یه تست از بازی وار تاندرم برید نتیجهش رو بگیم. این بازی طرفدارای زیادی تا الان نداشته، ولی اگر طرفدار این بازی هستید توی کامنت ها برام بنویسید که تستش رو بگیرم براتون بذارم. برای استفاده عمومی با اسکرین بالا اینو پیشنهاد میدید یا نوت 13 پرو پلاس رو؟ یه لحظه، من نوت 13 پرو پلاس رو هم اینجا دارمش که ویدیو اینم براتون میذارم، مقایسهش با A55 رو هم براتون میذارم، ولی من A55 رو بیشتر توصیه میکنم. هم 2-3 میلیون تومان ارزونتره، هم دلیل خاص خودشو داره که توی ویدیوشون توضیح میدم حتما. داداش ارزش داره A54 رو بفروشم اینو بخرم؟ پردازندش خیلی قوی تر شده. نه ارزش نداره، A54 رو نفروش. اگه پولت اوکیه هیچ مسئله نداره که آره عوض کن، ولی اگر که میخوای بذاری روش آره یه مقدار 2 تا 4 تا کنی، مثلا اصلا این کارو نکن، ارزش نداره و چیز متفاوت و خیلی خاصی به دست نمیارید. فقط خیلی بدنش شاید تو چشم بزنه که فریمش آلومینیومی، حالا یکم بهتر شده کیفیت ساختش. ارزش خرید داره با A52 خودم عوض کنم؟ بله عوض کنید. این سوال خوبیه. در مورد فلیکر و نرخ PWM و TSR توضیحات کاملی لطفاً. با تشکر، مرسی از شما. اسمشون هم ننوشتن. این یه ویدیو کامل من باید در موردش بذارم. از وقتی در مورد PWM صفحه نمایش گوشی‌ها من دارم توضیح میدم، میبینم خیلیاتون مشتاق شدید، دایرکت میدید، میپرسید در موردش و این خیلی خوبه که به فکر سلامتی خودتون و چشمتون هستید و دنبال چنین امکاناتی هستید. PWM صفحه نمایش گلکسی A54 240 هرتزه و عدد پایینیه. هر چقدر این عدد بالاتر باشه بهتره. این یعنی که در یک لحظه یک ثانیه 240 بار LED های صفحه نمایشش خاموش و روشن میشن. هر چقدر این عدده بره بالاتر، زمانی که توی تاریکی مطلق به صفحه نمایش نگاه میکنید و نور صفحه نمایشتون تو حالت کمه، چشم شما کمتر خسته میشه و اگر چشم
حساسی داشته باشید کمتر اذیت میشید. از اونجایی که PWMش کمه میتونه که برای چشمای حساس خیلی خسته کننده باشه این صفحه نمایش. چشم حساس منظورم صرفا مثل خودم نیست که عینکی هستیم، منظورم است کسایی که آسیب دیدگی داره چشمشون، عمل جراحی داشتن و یا صفحه نمایش‌ها رو که نگاه میکنن سردرد میگیرن، سرگیجه میگیرن، این گوشی هم میتونه یه مقدار براتون اذیت کننده باشه. ولی خیلی حساس نشید روش. برای چشمایی که عادیان یا ضعیفی ساده دارن مشکلی نداره، میتونید راحت استفاده کنید. یه ویدیو هم در مورد PWM براتون میسازم. مشکل تاچ داره؟ نه خیر نداره. اگه منظورتون مشکل کندی صفحه کلید سامسونگ یا کیبورد سامسونگ توی تلگرامه، بله A55 هم مثل A54 این مشکل داره و توی تلگرام که با کیبورد خود سامسونگ تایپ میکنید بعضی وقتا کند میشه. من خودم چون از کیبورد سامسونگ استفاده نمیکنم این مسئله هیچ ایرادی برای من نداشت چون که کند نمیشد توی بقیه کیبوردها مثل جیبورد و سویفت کی. اما اگر کیبورد خود سامسونگ استفاده میکنید تو تلگرام یکم اذیت میکنه و احتمالاً حلم نمیشه. پس اگر این مسئله براتون مهمه یا کیبوردتون رو باید عوض کنید یا گوشیتون رو باید عوض کنید. مقایسه دوربینش با نوت 13 پرو پلاس و 13T علل خصوص سلفیش از جفت این گوشی‌ها بهتره. دوربین پشتش هم مقایسه‌شو با نوت 13 پرو پلاس براتون میذارم. رقیبش از هر برندی، خب تو این بازار قیمتی 15 تا 20 میلیون تومان هر گوشی هست رقیبشه. رقیب مستقیمش پوکو X6 پرو و همین نوت 13 پرو پلاس هستش که هر کدومشون هم ارزش خرید خودشونو داره و نمیشه 0 و 1 مطلق بگیم این خوبه یا اون خوبه. لبه‌هاش تیزه و دستو اذیت میکنه. ببینید این لبه‌های این گوشیه، بذارید یه مقدار زاویه‌دار بهتون نشون بدم. بله لبه‌هاش تیزه و خیلی حس 14 پرو مکس آیفون رو به من میده. حس میکنم اصلا همونه. بعد دست گوشی، ولی من واقعا حس بدی ازش نمیگیرم. من واقعا خوشحالم که دارم ازش استفاده میکنم و خیلی باهاش اوکی ام. با این که بد دسته ولی لذت میبرم از دست گرفتنش. نمیدونم چرا چه دردیه ولی خب اوکی ام باش. اگه دستاتون توپل یکم یا خانم ها که دستاشون کوچیک تره، بله دستاشون اذیت میشه، خط میفته روی دستتون بعد از چند ساعت استفاده کردن و یه مقدار میتونه اذیتتون کنه چون یکم گوشی سنگینه و عرض زیادی داره، میتونه خسته کننده باشه تو طولانی مدت. خود فروشگاه متل استور هم بچا ریپلای زده به این کوشن باکس ما، گفته که به نظرم بیشترین سوال اینه که S23 FE بگیریم یا اینو نوت 13 پرو پلاس بگیریم یا اینو. سوال خوبی بود اتفاقا. بین این و S23 FE من قطعا A55 رو توصیه میکنم بهتون. دلایلمو بذارید بگم که اصلا ویدیو طولانی بشه. یکی این که آپدیت های بیشتری میگیره A55، دو این که 4-5 میلیون تومان ارزون تره، سه این که 4-5 میلیون وقتی بیشتر بدی باید یه چیز خیلی بیشتری به دست بیاری اما هیچی به دست نمیارید به جز باتری ضعیف‌تر و البته دوربین کمی بهتر. سلام خوبی برای بازی سنگین خوبه. سلام خوبم مرسی. برای بازی سنگین اگه بیشتر از 1 ساعت بازی نمی‌کنی خوبه ولی بیشتر از 1 ساعت نه توصیه نمی‌کنم. X6 پرو خیلی بهتره. این بیشتر میارزه یا 13T؟ سوال سختی پرسیدی. یا 13T بیشتر میارزه ولی اگر زیر 21 میلیون تومان باشه، بالای این قیمت 13T به نظرم ارزش نداره. بین A55 و S23 FE گفتم کدومش رو بخرید. من نظرم A55. S23 FE واقعا باتریش اذیت میکنه ولی گوشی خوبیه ها، الکی هم گرونه. رم 12 هم داره این گوشی، بله داره تو بازار جهانی اما تو ایران نیومده تا الان. اگرم بیاد قیمتش خیلی نجومیه، بعید میدونم بیاد، منتظرش نباشی بهتره. این یا X6 پرو؟ سوال خوبی بودش. آقا محمد مهدی پرسیدن. ببینید اگه چیپست میخوای، اگه سرعت شارژ بالاتر میخوای، برو به سمت X6 پرو. اگه چشمای حساسی داری برو به سمت X6 پرو. ولی متریال بهتر میخوای، کیفیت ساخت بالاتر میخوای، صفحه نمایش با رنگ بندی های جذابتر میخوای و یا اینکه دوربین بهتر میخوای، بیا به سمت گلکسی A55. آپدیت های طولانی مدت تری هم داره. در غیر این صورت اگر اون مواردی که گفتم برو به سمت X6 پرو. A54 یا A55؟ اگه هیچ کدومشو نداری A55 رو بخر. اگه A54 رو داری A55 رو نخر. پیچیده شد نه. من چشمای حساسی دارم، صفحه نمایش این گوشی به درد من نمیخوره. میشه تجربتون رو بعد از کار با این گوشی به من بگید. در موردش توضیح دادم بچه‌ها. من چشم خودم آستیگمات 2 خورده شماره آستیگمات همه، ضعیفی من تقریبا همین قدره ولی اذیت نمیشدم با صفحه نمایش A55 مگر اینکه میگم مشکل خاصی چشماتون داشته باشه. من خودم با خیلی از گوشی سامسونگ بعضی وقتا اذیت میشدم اما A55 اذیتم نکرد خیلی و نه مشکلی نبود. دوربین اصلی و سلفی این گوشی یا آنر 90 و یا X9B. سلفی آنر 90 فوق العاده بهتر از A55 به نظر من. توی عکاسی البته توی فیلم برداری این پایدارتره و X9B دوربینش پشت سر A55 قرار میگیره به نظرم و پکیج دوربین آنر 90 خیلی بهتر از A55 نظر منو بخواد. اصلا آنرها توی لیگ دیگه بازی میکنن کلا. برای گیم چطوره؟
گیم سبک میزنه، مثلا 1 ساعت بازی می‌کنی خوبه، بیشترش خوب نیست. چند تا سوال شد، 23-4 تا سوال رو تا الان جواب دادم. خیلی از مطالب دیگه بود که شما نپرسیدید و من مجبورم خودم تو ویدیوهای دیگه بهتون توضیح بدم. سعی می‌کنم ویدیو بررسیشو که بعد از این میذارم کوتاه باشه و اون رو تقسیم می‌کنم که به 2-3 تا ویدیو که خیلی طولانی نشه و جذابیت ویدیو هم کم نشه. مرسی که تا آخر ویدیو همراه من بودید. اگر همچنان سوال دیگه‌ای دارید میتونید تو دایرکت اینستام یا زیر همین ویدیو بپرسید. من سعی می‌کنم تا جایی که میرسم همه رو جواب بدم. A55 گوشی با ارزشیه. هر کس میگه ارزش نداره به نظر من یکم داره سخت میگیره، وگرنه گوشی واقعا خوبیه و ارزش خرید داره. منتظر ویدیو بررسیش باشید. مرسی ازتون، دمتون گرم. فالو، سابسکرایب هم فراموش نکنید، کامنت هم بذارید، لایک هم کنید. مرسی و خدا نگهدار.